و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت اوجیکو بارک الله فیکم. این حدیثی که شما ارسال کردید از ابو هریره رضی الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. بله، یعنی هر کسی که به مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر تعلیم علم بیاید یا به خاطر کسی رو تعلیم دادن بیاید، او به منزلی یک مجاهد است. یعنی البته که مجاهد کتی 100% برابر نیست، اما یعنی حکمی مجاهده میگیرد، اجرش میگیرد. اگر کسی که نه به خاطر تعلیم دادن و نه به خاطر تعلیم گرفتن بیاید، و مانند یک مردی هست که متاع غیری، یعنی متاع دیگر کسای تماشا کنی به اومده است. بله، در اینجا امام احمد روایت کرده میگه ابن ماجه و این چنین بیهقی و این چنین ابن حبان و ابن ابی شیبه و علماهای زیاده چخیلی که میبینید روایت کرده گند. اما در مسئله صحیح بودن حدیث و ضعیف بودن حدیث علما اختلاف کردگی هستند. علماهایی که به منهج متقدمین، به منهج حدیث صحیح کردن یا ضعیف کردن متقدمین، به مانند امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام یحیی ابن معین، علی ابن المدنی، به منهج متقدمین میبینند این حدیث ضعیف میگند. اما بعضی از علما که به منهج متأخرین بعد از ابن صلاح میبینند، یا که به منهج ابن حجر اسقلانی و غیره، این حدیث حسن میدانند. اما قول راجح والله اعلم این حدیث ضعیف است. خیلی که اگر نظر کنیم به منهج سلیمان العلوان، به منهج متقدمین، یعنی سندش علت دارد. خودی دارقطنی هم همین سخن گفته است. دارقطنی هم سندش علت دارد میگن. و همه این یعنی روایتایی که به همه سندش که اومده است نظر کردم، در همه سندش به هر یک سندی که اومده است یک علت وجود دارد. یعقوب ابن حمید در یک سندش که متروک است میگن. در این روایتی که اینجا آورده شده است از ابو هریره، یعنی المقبری که یعنی مشکل است، این انسان در بولش اختلاف شده است که این آیا همون انسان است یا دیگر انسان است. یعنی البته این علت است و این علت دلالت میکند که حکم حدیث ضعیف میشود. و بعض از علمای سلف این حدیث میگند بلکه این حدیث نیست، میگند از رسول الله مرفوع نیست، بلکه این سخن کعب الاحبار است. هم خیلی سخن گفتگند و خودی دارقطنی هم همین اثبات کردگند، گویا در همین مسئله صحبت کردگند. بارک الله فیک. و البته از علمای معاصر به مانند شعیب الارناؤوط و علمایی که به منهج متقدمین سخن میکنند ضعیف میدانند. اما چخیلی که گفتیم همین قول راجح است والله اعلم. اما در اینجا مثلا البانی یا که مثلا شیخ عبدالعزیز الراجحی و بعضی از علمای دیگر صحیح میدانند. البته دیگر علما حسن میدانند یا که البانی صحیح میدانند. اما کسی گفته است که دارقطنی سخنشون قبول نیست، برای اون که دارقطنی چندین حدیث های امام مسلم یعنی ضعیف کرده هستند، از همین جهت اینم قبول نمیکنه. گفته است این نامعقول کرده است. سببش این است که دارقطنی وقتی که به حجت سخن میکنند ما باید قبول کنیم. در این مسئله غیر دارقطنی دیگر از علما چخیلی که بیان کردیم سخن کرده هستند و سند این حدیث به مانند یحیی ابن معین ضعیف کرده هستند. یکی از طریقش. از همین جهت کسی هست که اینه حسن میبیند و کسی هست که اینه ضعیف میبیند. والله اعلم. ما همین خیلی اعتقاد داریم که قول راجح این ضعیف بودنش است.
و البته البانی در مسئله علم حدیث خیلی که علمای اهل سنت و جماعت میگن، بمونند سلیمان العلان میگن که البانی کسی نیست که به سخن البانی ما 100% تکیه کنیم و حدیث صحیح یا ضعیف بگیم، برای که منهج البانی اولا از متقدمین نیست، متأخرین است. غیر از متأخرین بودن باز مخالفت های شدید با اهل حدیث متأخرین دارند، یعنی قاعده های نوی که خود به خود پیدا کرده است. میگن از همین جهت میگن بسیار حدیث های ضعیف البانی صحیح کرده است و در بعضی حالات ها صحیح ضعیف کرده است، از سبب اینکه منهج البانی موافق منهج متقدمین نیست و اینچنین موافق 100% منهج متأخرین هم نیست، قاعده های نو برآمده است. حتی بعضی از علما یعنی در مسئله حدیث صحیح کرده البانی میگن اعتماد نکنید. از همین جهت ما طالب علم نظر میکنیم به دیگر کلام های علما، علتش میکویم، میبینیم و وقتی که علمای محدثین این حدیث ضعیف گفتند البته قبول است. بارک الله فیک.